امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت کشور صلح‌دوست و صلح‌آفر پیروی ارزش‌های دموکراتی و همگرایی شناخته شده است. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. مشاهده و تحلیلان نشان می‌دهند که در مدت بیش از یک ماه گذشته وضعیت در این کشور متاسفانه باز هم مرکب و هلاکتبار و باعث نگرانی جدی ممالک منطقه و جهان گردید. ساکنان این کشور که بیش از 40 سال اخیر در شرایط جنگ و ناآرامی عمر به سر میبرند، وقتهای آخر با مشکلات باز هم بیشتری امنیتی و اجتماعی روبرو شدند. در رابطه با این بار دیگر خاطرنشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی، یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باز از اول تا امروز این یگان جای مخفیش دیگر نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکرارا اعلان می دارم که ما جانبدار هر چه زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشته منفعت‌های همه قوم و ملت‌های ساکن آن، رأی تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. سلامت باشید. همچنین میخواهم باز یک نکته مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت‌دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را با مشکلات به وجود آمده تنها گذارند. مشکلات را کی ایجاد کرد؟ زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم که وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناه ساکنان آن با وجود نآمده است. من در حیرتم که تمام نهادهای بین المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمی‌دهند. یک روزنامه‌نگار در یک کشور اگر محبس شود همان آوای می‌کنند. نمایندگان در اینجا حضور دارند. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند، قتل شده ایستادند. خاموشی. گویا که در دنیا چنین نهادها وجود ندارد. دیگر اینکه بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، باز هم وزنی‌تر شدن زندگی ساکنان آن، سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی با مقیاس سالهای 90 عصر گذشته، فلاکت بشری همچون مرکز تروریسم بین المللی باقی ماندن قلمرو این مملکت و به طور جدی خللدار گردیدن امنیت و ثبات در کشورهای منطقه و جهان می‌گردد. وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری بواسطه منفی می‌رساند، زیرا من بارها گفتم که امنیت منطقه ما در نوبت اول
به وضع این کشور همسایه وابسته می باشد. ما 1400 کیلومتر 60% سرحدی سابق شوروی با افغانستان و 60% سرحدی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان بر دوش تاجیکستان است. در رابطه به این خاطر رسان می سازم که طی زیاده از 20 سال اخیر من از منبرهای تشکیلات سازمانهای بین المللی و دیگر همایش‌های بین الاخلاقی حل مسئله افغانستان را به جامعه جهانی ده‌ها بار ابراز داشته تاکید نمودم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید تنها با راه مذاکرات حل و فصل کرده شود. ولی جامعه جهانی از جمله دایره‌های منفعت‌دار و دخلدار به حل این مسئله تا اندازه بی‌تفاوتی ظاهر کردند. حتی بعض از سیاستمداران که حالا در نفقه است از یک کشور مترقی جهان، دموکراتی جهان، با من هم خیلی جواب داد. محترم پرزیدنت، پرابلم افغانستان این پرابلم شما، این پرابلم منطقه شما، برای ما پرابلم های اروپا بسنده است. و بعد اون حادثه های سپتامبر بعد توجه جامعه جهانی تغییر یافت. در نتیجه مشکلات افغانستان به جای رسید که امروز تمام بشریت مخصوصا تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار آن را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. از این لحاظ با استفاده از فرصت همه سازمان‌های بین المللی، کشورهای منطقه و جهان را بار دیگر دعوت می‌کنم که دایر به حل مشکلات این کشور و تشکیل حکومت مسائل ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن افغانستان تدبیرهای فوری و دست جمعانه اندیشند. اینچنین رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور از جمله تدبیرهای تأخیرناپذیر میباشد. مثلا وضعیت بسیار روز به روز مرکب می‌گردد. در دوره تیرماه زمستان مردم را با یک یاردم بشردوستانه سیر کردن امر محال است. دولت را گرفتن کار آسان، راهبری کرده اداره کردنش مشکلات خیلی سخت و سنگین است.